ارزشمندان دین از میان ما و شما روند، احترام اونها را به جا بیاریم، از علم اونها استفاده کنیم، در نزد اونها زانوی ادب نریم، تعلیم علم گیریم و احکام شریعت از اونها پرسیم، حلال و حرام از اونها فهمیم. چون که از میان که رفتن دیگر پشیمان میشیم، دیگر پشیمانی سودی نداره. چنانی که امروز همه ما پشیمان هستیم که چرا یک چند روز در نزد ایشان تعلیم نگرفتیم. عزیزان، هر یکی ما پشیمان میشیم. بنابراین پیش از آنی که عالم ها یکی پس از دیگری از میان میروند، همون نصیحت حضرت ابودردا رضی الله تعالی عنه صحابه بزرگ پیغمبر بزرگوار را سرمشق زندگی خود قرار دهیم که حضرت میگوید اطلب العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. حضرت ابودردا رضی الله تعالی عنه صحابه بزرگ پیغمبر بزرگوار می فرماید که اطلب العلم، شما طلب علم کنید، از دنبال علم و دانش شوید، در پی به دست آوردن علم و دانش باشید، نزد علما و دانشمندان دین رفته تعلیم گیرید. چون که علم عزیزان این نور است. علم چنانی که بزرگان میگن که العلم اطلب العلم فإنه شرف في الدنيا و شرف في الآخرة. سفیان بن عیینه میگوید که شما علم را طلب کنید، از دنبال علم و دانش باشید، چون که علم هم در دنیا شرف و بزرگی است، هم در آخرت. از این رو عزیزان اهل اسلام حضرت ابودردا گفتند که شما از دنبال علم و دانش شوید. فإن عجزتم فأحبوا أهله، اما رفت شما اگر از آموختن علم و دانش، از به دست آوردن علم و دانش عاجز شدید، به خاطر مشکلات زندگی، به خاطر که اگر مانعه ایجاد شده شما نتوانستید که علم گیرید، نتوانستید که نزد عالم و دانشمند رفته عالم شوید و دانشمند شوید، فأحبوا أهله. از حضرت میگوید که شما اهل علم را دوست دارید، علما و دانشمندهای دین را دوست دارید. به خاطر چی چنین تفسیر کردم؟ زیرا که عزیزان اهل اسلام دوست داشتن علما برای ما و شما هم در دنیا فایده دارد، هم در آخرت. فایده های دنیایش عزیزان این است که وقتی که ما عالم ها را دوست داشتیم، پیشواها را دوست داشتیم، با اونها رفت و آمد میکنیم، نشست و برخاست میکنیم، در حضور اونها می نشینیم، از علم اونها بهره میگیریم، حلال و حرام ما نمیفهمیم، کار گناه و ثواب ما نمیفهمیم. خلاصه برای ما علم و دانش حاصل میشود. وقتی که علما را دوست داشتیم، حتما دوست داشتن انسان وادار میسازد که به اون نزدیک شویم. وقتی که نزدیک شدیم، در حضور اونها نشستیم، در محفل اونها نشستیم، عزیزان اهل اسلام خواه ناخواه از علم اونها ما بهره میگیریم. این فایده دنیایی عالم است. اما فایده اخروی او عزیزان این است که روز قیامت همراه اونها در زیر لوای اونها محشور میشویم. مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و پرسید که یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی می شود؟ پیغمبر خدا گفتن ماذا اعددت لها، برای قیامت چی آمادگی دیدی که از قیامت میپرسی؟ گفتن هیچ آمادگی ندارم، نه نماز زیاد دارم، نه روزه زیاد دارم، فقط اینکه انی احب الله و رسوله، فقط اینکه خدا و رسولش را دوست می‌دارم. پیغمبر خدا گفتن انت مع من احببت، تو همراه دوست داشتن میباشی، تو همراهی کسی محشور میشوی که او را در این دنیا دوست می‌داشتی. فایده اخروی دوست داشتن عالم و پیشواها عزیزان این است که وقتی که امروز ما اونها را دوست داشتیم، با اونها رفت آمد کردیم، محبت به اونها کردیم، در روز قیامت خداوند همراه اونها ما و شما را محشور می‌سازد. بنابراین اگر خواهیم عزیزان اهل اسلام که با کدام طایفه بودن ما دانیم امروز یک مراتب به قلب ها ما نظر کنیم که از این رو عزیزان اهل اسلام کوشش کنید که همیشه در پی دوست داشتن عالم ها باشید. حضرت گفتن که
فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. حضرت در دوام گفتن اگر عالم ها را دوست نداشتید، محبت به عالم ها نکردید، رفت امت با عالم ها نداشتید، پس اونها را بد نبینید، اونها را دشمن ندانید، نسبت اونها بدبین نباشید. فلا تبغضوهم. بخاطر چی؟ زیرا که عزیزان اهل اسلام این بد دیدن عالم ها برای انسان این هلاکت است. کدامی که علما و دانشمند ها را بد میبیند و نسبت اونها عداوت دشمنی دارد، شنید در جاتون، شنید برادران، شنید نخزید. شنید در جاتون. فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. حضرت میگه اگر اونها را که دوست نداشتید، اونها را بد نبینید، چون که بد دیدن اونها، دشمن دانستن عالم ها، دشمنی کردن با عالم ها، این سبب هلاکت انسان است. عزیزان اهل اسلام، چنانه که خداوند مهربان در حدیث قدسی می فرماید که من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب. شخصی که یک دوست من دشمنی میکند، عداوت و دشمنی با دوست من دارد، در پی آزار و اذیت او می باشد، فقد آذنته بالحرب، من او را اعلان بجنگ میکنم. عزیزان اهل اسلام، خدا میگه پس کدام ما و شما به جنگ خدا آماده هستیم؟ خداوند در حدیث قدسی فرموده است که من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب. شخصی که یک دوست من دشمنی میکند، پس به حرب من آماده شود. عزیزان، خداوند در 2 جا اعلان به جنگ کرده است. یکم کسانی که از رباخوری دست نمیکشند که این آیه کریمه هست، به حرب من آماده شود. دوم کسی که عالم ها را دشمنی میکند، بدبینی دارد، به احترامی دارد، اذیت و آزار نسبت عالم ها دارد، از خدا میگه به حرب من آماده شود. چگونه مخلوق به حرب خالقش آماده هست؟ به جز هلاکت دیگر چیزی نیست. عزیزان، کسی که با دوستای خدا دشمنی میکند و عداوت دارد و به احترامی میکند، او به هلاکت گرفتار میشود. از عالم ها دیده دوست خدا دیگر کیست؟ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه می فرماید که ان لم یکن العلماء اولیاء الله فلیس لله ولی. اگر عالم ها که دوست خدا نباشند، پس در روی زمین برای خدا دیگر دوست وجود ندارد. از این رو عزیزان اهل اسلام، علما را احترام کنید، علما را دوست دارید، نسبت اونها خیر خواه باشید، همیشه احترام اونها را به جا بیارید، چون که اونها مهربان ترین امت برای امت محمدی هستند. از پدران و مادران دیده علما و پیشوایان دین برای ما و شما مهربان تر می باشند. از این خاطر هیچگاه به اونها دشمنی نکنیم، هیچگاه نسبت اونها به احترامی نداشته باشیم، هیچگاه از قفای اونها غیبت و بدگویی و تهمت و بهتان ها نداشته باشیم. چون که ابن عساکر رحمت الله علیه میگوید لحوم العلماء مسمومه، گوشت عالم ها زهراگین است. عزیزان اهل اسلام، برای چی چنین گفتن؟ چون که غیبت کردن برادر مسلمان، این گوشت برادر مسلمان در حالت مرده خوردن از آیه کریمه هست. اما وقتی که عالم بدگویی میکنیم، عالم غیبت میکنیم، عالم به احترامی داریم، همون گوشت خود مرده را با زهر آمیخته خوردن است. کسی که زهر به زبان میکند، این عزیزان معلوم است که چی میشه. بنابراین حضرت حافظ رحمت الله علیه میگوید که بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، بر درکشان هر کی برافتاد در افتاد، هر کی در افتاد بر افتاد. عزیزان، کلامی که با دوستای خدا به احترامی میکنه، با آنها دشمنی میکنه، آنها را غیبت و بدگویی دارد، نسبت آنها در دلش کینه دارد، این عزیزان بجز رسوایی دیگر چیزی نیست. چنانه که مولانا روم میگوید که چون خدا خواهد که کس رسوا کند، چون خدا خواهد که کس رسوا کند، میلشان در طعنه پاکان برد. چون خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زنند در عیب معیوبان نفس. اگر رسواگی خواهیم، اگر به آبروگی خواهیم،
اگر رستگاری دنیا و آخرت خواهیم عالم ها را به احترامی کنیم، عالم ها را دشمنی کنیم، کینه و عداوت در قلب ها من نسبت عالم ها جای دهیم. عزیزان اهل اسلام، این چند توصیه بود که از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اقوال علما که ما به قدر دانش خود به شما رساندیم. عزیزان، اون چند عالمی که از ما و شما امروز در قید حیات هستم، قدر اونها را دانیم، احترامشان را به جا بیاریم. من از جانب خود و از جانب دیگر دوستان و بزرگان و کسانی که این و نمایندگی هستیم، این خاندان حضرت استاد، البته این مصیبت که مصیبت همه ما هست، ما بخصوص برای این محل این دیار، برای این مصیبت وزنین عرض تسلیت میکنم و از خداوند مهربان برای شما در این مصیبت جانسوز، در این مصیبت بزرگ صبر جمیل و عظیم خواهانم. خداوند سفر آخرت حضرت استاد را مبارک بگرداند و از فرزندانش خداوند جاینشین های خوب در جای حضرت خداوند جاینشین بگرداند. آمین یا رب العالمین. واقعا هر قدر توصیف و بیان قدر علما بنماییم، ساعت ها به اتمام میرسد، روزها و ماهها میرسد و دیوان ها به پایان میرسد. اما اون وصف کرده ای که در وصف علما، چه احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چه فرموده علما نموده اند، چه گویندگان گفته اند، به پایان نمیرسد. و همین آیت کریمه بسنده است در وصف علما که خداوند بزرگ میفرماید: استعیذ بالله انما یخشى الله من عباده العلماء. جز از این نیست که از خدا تنها علما میترسند، از خداوند عالم ها میترسند. یعنی کنهی اون امر الهی، فرموده الهی، هر چیزی که امر کرده است اونها میدانند و از خداوند آنها میترسند. نسبت خشوع، نسبت ترس را به علما داده است. این یکی از همون بیان کردن وظیفه عالی علما و قدر و منزلت بزرگی علما است که خداوند بزرگ بیان کرده است. و البته استاد بزرگوارم که چنانه که بیان کرده اند، این مقسوم محترم در حقیقت قاری مرتب قرآن و عالم از همه مقدم و پیشواترینه که بلندترینه که گمان میکنم که در سرتاسر کره عالم چنین عالم نبود. در برابر باز یکی از متصوفین مشهور و عاشقان راه خدا بوده اند که حضرت خواجه حافظ میفرماید: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و البته در این جریده عالم تا روز قیامت نام عالی استاد بزرگوارم پاینده است انشاءالله. و اکنون نوبت سخن را که برای شما چی یک نصیحت از فرموده های خداوند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از فرموده علما و داملا اسدالله که یکی از امام خطیب های شهر دوشنبه می باشد می دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد، افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد و از دست اجل بس جگرها خون شد. کس نامد از آن جهان که آرد خبری، احوال مسافران بگوید چون شد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضرین نهایت عزیز و گرامی، پیشوایان محترم، و خصوص حضرت ایشان پیرمان، دیگر جمیع حاضرینی که در این
روزی بسیار هم یک مصیبت عظیم، مرگ یک شخصیت ناتکراری در دنیا، مرگ شخصیتی که همین جنازه، همین حضور ما و شما، همین آسمان غمگین و همین کوههای سر به فلک کشیده غم انگیز الان نشان بزرگی اوست. بنابر من تعزیه خدا به تمام مردم شریف کشور میکنم. داملای عزیز و مرحوم حضرت داملای کل مردم بودند. همه عالمان کشور، همه شاگردان حضرت بودند. هر فیض و فتوح و برکتی که در این دیار از اهل علم دیده میشد، به استدلال قوی میگویم که فیض حضرت داملای مرحوم است. امروز اگر ما یاد این صفت بزرگوار نکنیم، پیش خدا جواب و مسئولیم. تمام حیات پربرکت استاد محترم با سکوتش، با اشاره های زیبایش ملت را به سوی خدا دعوت میکرد. سکوتش از گفتنی های ما هزارها بار بهتر و عالیتر و قویتر بود. اینا دوستای خدا بودند که کار آخرت میکردند. بزرگی میگوید بیخبرها در فریب عشرت امروزه اند، بیخبرها در فریب عشرت امروزه اند، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنند. استاد عزیز آنقدر با خبری بودند که تمام حیات خودم مصروفی زهد و تقوا و علم و تدریس کردند که هیچ نفری به مثل استاد مدرسی نکرده. هیچ نفری مثل استاد شاگردان مبارک نبرآورده. به بشارت نبی رحمت علیه السلام که معلم خیر نزد خدا آنچنان ارزش دارد که حتی ماهیان و خردترین مخلوقات الهی در عمق دریا، در زیر دریایی که میبینیم استغفار و مغفرت حضرت استاد میکنه. بنابراین برادران عزیز، من یک اشاره به شما میکنم که اگر ما استاد محترم دوست داریم، بیاید یک جایه با هم کمال احترام در جنازه حضرت رعایت کنیم. هر کسی امروز آرزو میکنه از تابوت حضرت قفد، اما این دیگر ناممکن و مشکل است. حضرت علامه اقبال لاهوری یک سخن دارد، من در همین جنازه حضرت برای شما میخوانم تا که ما و شما عزیزای دل از این استفاده کنیم. بندگان خاص خدا را در حیات ارزششان قدرشان بدانیم. حضرت میگوید در حیرت مزمرام این مردم پست، این طائفه زنده کش و مرده پرست، تا هست به ذلت بکشندش ز جفا، تا رفت به عزت ببرندش سر دست. امروز در ما و شما همین گونه نشود. حضرت شکایت میکنه که نفرهای در روی عالم زندگی میکنن که ارزش اهل علم در حیات نمیدانن، در زندگی قدر نمیکنن، دیگر در روز مرگ چی تابوتی را تاری سر برداری. در حیات ارزش دانستن این حقیقت است. در حیات به قدرش رسیدن این واقعیت محبت نشان دادن در پیشگاه پروردگار است. بنابراین حرمت ما و شما همین است. در این روزی که جمعیت انبوه هم میبینم، باید هیچ کدام ما و شما بی‌ادبی نکنیم. هر چی میگوین، هر کجا میگوین نشینیم، احترام رعایت کنیم. این انشاءالله نشانه خوشحال گشتن روح حضرت بزرگوار است. دیگر این که حضرت برادرمان نشان مخصوم بسیار عجیب گفتن از علما، از خدمتشان، از بزرگی اهل علم در عموم. حدیث را به شما بیان میکنم که رسول اکرم علیه السلام فرمودن یذهب الصالحون
الاول فالاول. رسول مبارک اسلام در حدیث مبارک ارشاد کردند، ما و شما را هشدار دادند که بندگان خدا به قدر بندگان نیک الله برسی، در حیات با اونها باشی، در حیات از اونها استفاده کنه که نیکان امت اسلام دارن یک به یک از بین می روند. یذهب الصالحون الاول فالاول. یک بار شما به یاد بیاره نیکان اهل اندیا را، از حضرت پیر شروع شده، از حضرت بزرگوار ایلاک رحمت الله علیه شروع شده تا حضرت ایشان پیرمان تا دیگر بزرگان از اهل علما، خدا رحمت کنه مخدوم صدرالدین علیه رحمه را، خدا رحمت کنه ایشان علامه را، الله روحشان شاد کنه داملا محمد نبی رحمت الله علیه. این صالحان امت هزاران هزاران مثل اینها از بین می روند. یذهب الصالحون الاول فالاول. امروز نوبت داملای محترم رسید. رسول الله میگه وقتی نیکان می روند فلا یبقى الا حبالة كحبالة الشعير او التمر لا یعبأ بهم الله. آنچنان نیکان امت اسلام از بین می روند در داخل جمعیت مردم دیگر هیچ نیکی نمی ماند، صالح واقع نمی ماند. یک زمره انسانی می ماند که لا یعبأ بهم الله، خدا به آنها نظر نمی کند. بنابر امروز مرگ عالم، مرگ امت گفتن، مرگ عالم، موت عالم گفتن به همین خاطر است که اگر این نیکان بروند، اگر ما از اینها استفاده نکنیم، اگر ارزش و قدر این دوستان الله ما و شما ندانیم، برادران عزیز، روز خواهد رسید یک زمره انسانهای از در بین مردم باقی میماند، نیکان جدا میشوند که دیگر آنها را خدا نظر نمی کرده است. پس برادران عزیز این لحظه ها را فرصت شماریم، اهل علم با هم دوست داریم، با اهل علم باشیم، با بزرگان باشیم، در جنازه و در زنده بودنشون احترامشون به جا بیاریم. انشاءالله که روزی که می روند همون نفرهایی که حضرت داملا را در حیات زیارت کردید، در حیات خدمت کرده، در حیات در مجلس ذکرش نشسته، امروز دلت آرام است، میگوی داملای عزیز از من راضی بود، دعاش گرفتم. اون نفره که نشنیدی، نه آمدی، ندیدی، قدر نکردی، والله دلت میتپه. امروز میبینی شهادت اید قدر اهلی عالم این حاضرین، این بزرگوارا رو میبینی که همه آرزوی قفیدن تابوت حضرت را دارن، دل دیگر تپش میکنه. بنابراین دوستای عزیز، توصیه ما به شما این است که ما بندگان خدا دوستدار اهل علم واقعی باشیم، در حیات قدر کنیم. انشاءالله از این قدر کردن یک عالم ربانی، یک جمعیت انبوه مردم نزد خدا شفاعت میکنه. امید دارم که انشاءالله حضرت داملای استاز، حضرت داملای استاز کل تمام ما و اهل بیت و خاندان ما را روز قیامت شفاعت کنه. انشاءالله این امید دارم. حضرت تمام حیاتش برای این ملت بود، تمام حیاتش برای عقیده سالم این ملت بود. یک ذره مثل موه از عقیده که جدا نشد، ذره فکر و عقیده واقعیش تغییر نداد، کوها به سرش آمد. خیال میکنه داملا را نمی گفتن، خیال میکنه داملا را غیبت نمی کردن، خیال میکنه الان هم داملا را نیستن که غیبت کنن. اما امروز الله شهادت میدهد بزرگی داملا را امروز جهان میشناسد، جهان امروز تصدیق میکند که حضرت کی هستند. و انشاءالله امیدی من امین است که این آمد ما، این حضور ما، این احترام و ادب ما را رعایت کردن سبب شفاعت من در قیامت گردد. دیگر سخن دراز نمی کنم. دوستای خدا میگن گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. با گوش دل شنویم و انشاءالله که استفاده کنیم. دیگر بزرگواران هستند انشاءالله که باز با ما و شما در صحبت هستند. خدایا روح حضرت استاد از کل ما شاد بگردان. الله مهربان امروز این بنده نیک را از ما گرفتی،
بهترین ما را از ما گرفتی. خدایا در عوضش به ما نکی بده. خدایا در عوضش بهترین ها را به ما جایگزین بده. ان لله ما اخذ و له ما اعطا. خداست که هر چی را خواهد میگیرد. پیغمبر محبوب میگه امروز والله عزیزترین ما را گرفت، بهترین ملت را گرفت، دعاگوی ملت را گرفت. خدایا در عوضش به این ملت نیکی ها بده، در این ملت آرامی ها بده، در این ملت صلح و صلاح همیشگی بده، در این ملت خدایا بندگان و شاگردان مثل حضرت بسیار عطا بده. و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. معذرت زیاد دوستای عزیز. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آن جاری کننده رسمی عدالت در روی عالم و تواضع و شکست حالی چنین بیان میکند: احب الصلحاء ولست منهم، احب الصلحاء ولست منهم لعل الله ان یصلحنی. حضرت عمر میفرماید که من صالحان را دوست می‌دارم، اگر شنده از زمره آنان نباشم شاید به همین دوست داشتن خداوند بزرگ مرا به صلاح بگرداند، کاری مرا به صلاح بیارد و مرا از زمره صالحان بداند. برادران عزیز، صالحان را دوست داشتن، بزرگان را دوست داشتن، این نشانه آن است که خداوند بزرگ ما و شما را به صلاح می آورد. و در اینجا نیز یکی از امام خطیب های ناحیه رودکی ملا امرالدین حاضر هستند که از فرموده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی برایمان گفتنی دارند بیان می نمایند. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والصحابة أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. استادان ارجمند، پدران مهربان و برادران نهاد گرام قدر، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا للثلاث، الا لصدقة جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه البخاری. از در این حدیث دربار ارشاد میکنند به امتانش و میفرمایند وقتی که انسان وفات نمود نامه اعمال او پوشیده می شود. امروز استاد ارجمند بزرگوار که از دنیا رفتن با جسم خود و این دنیا را پدرود گفتن، اعمال نیک حضرت پوشیده شد. الا للثلاث، مگر از سه جهت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که اعمال نیک انسان پوشیده نمی شود. و این سه جهت را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تذکر دادن، همین سه جهت در استاد ارجمند ما دیده می شود. الا لصدقة جاریه، حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اول از برای اینکه انسان در حیات خود صدقه جاریه را باقی بماند. صدقه جاریه استاد مرحوم گرام قدر ما مسجد ایشان است. وقتی ورود این محل و این مقام میشویم، مسجد ایشان را میبینیم که با طفیل برکت ایشان ساخته شده است و تا روزی که این مسجد هست اعمال نیک حضرت استاد مرحوم ما پوشیده نیست و در نامه اعمال استاد همیشه خیر و احسان می رود. الا لصدقة جاریه. خیال نکنید که داملا امروز از بین ما رفت
امروز با جسمن از بین ما رفته، اما روح او در نزد الله جل و علا رزق داده می شود. و عند الله یرزقون. الله مهربان میگوید که ما بنده های داریم که در جنت برایشان رزق های فراوان میدهیم. این همین است عزیزان دل، این اشارت به سوی همین داملای مرحوم استاد ماست که امروز جسمن رفته باشد، اما صدقه جاریه ایشان تا روز هست برایش خدمت میکند. الا لصدقه جاریه او علم ینتفع به. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دوم چیزی که برای انسان پایدار میماند این آن است که حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علمی که از اون منفعت برده شود. آیا از علم استاد ما بهره نبردیم؟ آیا این ملت عزیز سرشار ما از علم استاد بهره نبرد؟ حقا تمام علمایی که در جمهوری هست همه شاگردان استاد هستند. خدا رحمت کند تا آخرین حیات توانست که قرآن را برای مردم تعلیم بدهد. اینجا اشاره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را تعلیم میگیرد و با دیگران تعلیم میدهد. از بین ما بهترین ما رفت، اما علمی با منفعت واگذاشت. امروز که رفت، اما علمش برای جامعه فایده دارد. دوم برادران عزیز گرامی، سوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود او ولد صالح یدعو له. فرزند صالح از خود باقی بگذارد که بعد از مردنش، بعد از رفتنش در حقش دعا کند. استاد ارجمند چی یک فرزندان صالح از خود گذاشتند. امروز مولوی محمد جان شخصیت است که با پررگه علمی استاد مرحوم را از خود نمودند. پس از این دیده می شود که طبق همین سخنهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم استاد مرحوم گرچنده که جسمن رفته است اما روحم باقی هستند و ثواب اعمال نیکشان تا روز قیامت برایش خیر و احسان می رود. این سه نشانی بزرگی حضرت را بیان کردم. اما با یک حدیث دیگری پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با 4 عنصری که پیغمبر خدا ذکر نمودن جنتی بودن انسان را افاده نمودن، خیال میکنم که استاد ارجمند مرحوم ما همین ذیل صفتها را دارا هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الجنة مشتاق لاربعین. عزیزان دل توجه کنید.